دنبال یه موس کیبورد با کیفیتی ولی قیمت مقرون به صرفه، تیدگر بهترین گزینه است. من سروشم اینجا جاوست، اومدیم با یه ویدیوی دیگه در رابطه با یه موس کیبورد گیمینگ فوق‌العاده با کیفیت و خوش قیمت که مناسب بچهای گیمر هستش که دنبال یه موس کیبورد خوش قیمت هم ولی کیفیت و کوالیتی بالایی میخوام. بریم از موس شروع بکنیم. سری TGM 309 هستش، یه موس خیلی با کیفیت، خوش دست، ارگونومی و به اندازه کافی کلید داره. حتی علاوه بر اون نرم افزار اختصاصی داره که میتونید تنظیمات خاص تو حالا روش انجام بدید. روی چندین مدل DPI، روی 800، روی 1200، روی 1600 و DPI مختلف میتونید تنظیمش کنید تا 16000 DPI رو داره که مناسب هر نوع گیمی هسته. شما میتونید باش شوتر بازی بکنید، میتونید استراتژیکی بازی کنید، میتونید P2P بازی کنید و هر نوع بازی که مد نظرتون باشه. دکمه دابل کلیک داره، دکمه‌های بک و فوروارد داره که این موس رو کامل میکنه. دکمه تنظیم DPI هم رو خود موس داره و علاوه بر اون یه دکمه جداگونه برای تنظیم نور RGBش داره که حالا به سلیقه خود میتونید نورش رو تغییر بدید. یعنی موس خیلی خوش دسته. علاوه بر اون اسکرولش یه اسکرول با کیفیت که طول عمر خیلی بالایی داره، به همین راحت یا خراب نمیشه. خیلی راحت میتونه خیالتون از بابت این موس راحت باشه. بریم حالا سراغ کیبوردش. یک کیبورد از برند تیدگر هستش، سری TGK 305، یک کیبورد فول سایز 100%. به علاوه اینکه دکمه اراکی رو داره، در کنارش دکمه‌های ماشین حسابی رو هم داره. یک کیبورد کامل هستش با 108 کلید که همه چی کامله، در دسترس دارید همه چی رو. خیالتون هم راحت، هر کاربری هم که داشته باشید راحت باش میتونید انجام بدید. این کیبورد یک کیبورد مکانیکال هستش که طول عمر هر کدوم از کلیکاش 50 میلیون بار هستش. علاوه بر اون نورپردازی رینبو رو داره، یعنی قابلیت این رو داره که به صورت 7 رنگ نورش تغییر پیدا بکنه و به سلیقه خودتون میتونید حالا حالتاش و مودهاش و هر چیزی خاصی رو با هم دیگه تغییر بدید. علاوه بر اون 8 حالت پیش‌فرض رو خودش داره که شما میتونید از طریق دکمه‌های 1 تا 8 که روی کیبورد براتون قرار شده و به علاوه دکمه فانکشن که نگه می‌دارید میتونید حالت‌های پیش‌فرضش رو استفاده کنی. همچنین یه حالت جداگونه، یه مود جداگونه هم داره که با حالا زدن دکمه اینسرت شما میتونید دونه دونه مودهاش رو تغییر بدید و به سلیقه خودتون رو هر مودی که خاصی اونو قرار بدید. این کیبورد یه حالت خیلی جالبی داره که شما میتونید 2 حالت نوری رو رکورد کنید و به سلیقه خودتون هر چیزی که خواستید رو رکورد کنید، نگهداری کنید و اون رو تنظیم بکنید که هر موقع پای سیستمتون میشینید اون حالت دلخواهی که خودتون براش در نظر گرفتید رو براتون اجرا بکنه. و یه نکته خیلی مهمی که این کیبورد داره اینه که این کیبورد رسپت یا استراحتگاه مچ داره که خیلی برای بچه‌هایی که بازی میکنن توی بلند مدت یا برنامه‌نویس ها خیلی مفیده، چون به مچشون استراحت میده و اجازه نمیده دستشون به این راحتی و زودی خسته بشه که بخوان سریع از پای کارشون یا بازیشون یا هر چیزی که دارن بلند بشن و بیخیال اون کار بشن. یه قابلیت جذاب دیگه که این کیبورد داره این که سویچاش پاپ اپ هسته. شما میتونید سویچاش رو جدا بکنید. پیش‌فرض سویچ این کیبورد قرمز رنگ هستش و شما میتونید حالا با توجه به سویچایی که توی بازار وجود داره، سویچ‌های مختلفی مثل سویچ آبی، قهوه‌ای و مشکی رو هم روی این کیبورد قرار بدید. و کیکپ هاش هم همچنین جدا میشه. این به شما امکان میده که هر کیکپ با سلیقه، رنگ، طرح مختلفی که توی بازار هستش رو تهیه بکنید، روی این کیبورد قرار بدید و کیبوردتون کاستوم بشه و یه چیز خیلی فانتزی جذابی میتونید از توش در بیارید. قیمت این کیبورد 100% هم رو پایه 200 هستش که میتونید با گارانتی تخت جمشید از ما تهیه کنید. همچنین موسش هم رو پایه 1400 1450 هستش که اونم با گارانتی تخت جمشید تقدیم شما میشه. همچنین میتونید سایر مدل ها هم از برند تیدگر از فروشگاه جاوست تهیه کنید. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. اگر اکسپلور میه حتما پیج ما رو دنبال کنید.